حق با توه. غریب شبیه امشب و غریب موجود یه آدمی زاد. گاهی آدم تو جنگ با خودش باید اونقدر پیش بره که یه ویرونه بسازه از وجودش. اون وقت از دل اون ویرونه یه نوری، یه امیدی، یه جرأتی جرقه میزنه. غروب وقتی گفتم جوابم منفیه، خودم رو با خاک یکسان کردم. بعد یاد حرفای اون شب افتادم جلوی کافه نادری. شهرزاد، بس نیست این همه ناکامی، این همه بدبختی توی دنیایی که 2 روز بیشتر نیست. منتظر چی هستیم؟ کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختی باد آورده؟ بیا اینو دوباره به من بده. بیا این لحظه رو وصل کنیم به همزادش تو گذشته دور. انگار هیچ کابوسی این وسط نبوده. بیا برگردیم به نقطه 0. انگار برگشتیم به همون روزا. نه خسته‌ایم، نه پیر، نه این همه زخم. نه خسته‌ایم، نه پیر، نه این همه زخم. چشمازو ببین. درست ببین. یواشکی نگاه نکن. درست بستم. تقلب نکن. حالا چشماتو باز کن. خیلی قشنگه.